وأحسن عملا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چشد هر نفس آخر شربت مرگ زی هر نخل میریزد عاقبت برگ. برادران عزیز، در این حیاتی که ما و شما قرار داریم یک آخر، یک لحظه تلخ، یک لحظه سخت و بالای هر یک کلمه ما و شما را می آید. مثل این برادر بر این تمام اعضای ما و شما اسفار می ماند این دنیا را تر گفته به سوی پروردگارون بازگشت میکنیم. وقتی که ما و شما در چنین محفل های جنازه جمع آمدیم باید که مرگ خودمون به یاد بیاریم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که کفا بالموت واعظا. وقتی مرگ یک کس دیدی مرده، یک کس دیدی تابوت، یک کس دیدی عبرت بگیر که یک روز همون جایی ته هست، نوبتی ته هست. هر یک قدم ما و شما را یک روز در این سان سفید میپیچانند، در این چارچوب سوار میکنند، این دنیا به نزد پروردگار میبرند. اما از این دنیا دو گروه انسان میرود، یک گروه خوشبخت، یک گروه بدبخت، یک گروه تقی، یک گروه شقی، یک گروه فایده کردگی، یک گروه ضرر کردگی. ما و شما آیا از این زندگی و از این عملها و از این حیات نظر کنیم که از کدام گروه شیم؟ نشوه خدای نخواسته وقتی که این لحظه به بالای ما را بیایه و ما سر تا قدم پرای گناه باشیم. نشوه که این لحظه به بالای ما و شما را بیایه و ما بروی سیاه باشیم، تیار آماده نباشیم. چون که این سفری نزد پروردگار رفتن است. این سفری هست که چی رنگه که امروز امتحان ها سرشیدن، مردم در خیفن که اونجا اگزامین میگیرن، ما گذشته نمیتونیم. انا اگزامینه که ای حیات ما را میگیرن که در دوام حیات چی کار کردیم، بعدی همین سفر است. وقتی که نزد پروردگار رفتیم در این سفر، ما را پروردگار از این حیات و از این زندگی ما میپرسه که عبادت و بندگی کردیم یا نکردیم. در این دنیا همه ما برای عبادت اومدگیم، در این دنیا همه برای بندگی پروردگار اومدگیم. برای می هر یک قدم ما و شما حرکت کنیم که لحظه ها را غنیمت بدونیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکش میفرمایند که ترکت فیکم واعظین، میگه من در بین شما دو تندهنده را، دو واعظ باقی میمونم ای بین شما میرم. ان ناطق و صامت، یکی از اونها میگه سخنگو ها، یکی از اونها خاموش است. او یکی سخنگو میگه ان ناطق القرآن، او یکی شما را به سخنش گویا های نصیحت میکنه قرآن است که هزارها افسوس امروز ملت اسلام مسلمان علم قرآن دور موندگی است. هزارها افسوس که او پندهنده که ما را خوشبخت میکنه، هشار میکنه، بیدار میکنه قرآن است. و دویمش و صامت الموت، دویمش موت، مرگ. یعنی که وقتی که ما و شما تابوت دیدیم، وقتی که ما و شما مرگ یک برادر را شنیدیم، باید که مرگ خودمون را به یاد بیاریم. مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، می روی روز به خاک و توشه تیار کن. تیارگی تا ببین، یه لحظه برای توشه جمع کن که ای پیش سفری دور و دراز داری. ای دل صدای مرگ تو را هم رسیدنیست، صبحی اجل به مطلع عمرت دمیدنیست. بر تخت و لعل و بالین ابریشمی مناز، تنها بجای تنگ تو را آرمیدنیست. این نام زندگی که نهادن مر تو را، جای حیات نیست نامت نهادنیست. هر روز ز گوش خویش میشنوی که آن فلان نماند، فردا به گوش دیگران خبرت هم رسیدنیست. از مرگ خود بترس که تنها روی به گور، با منکر و نکیر جوابی تو دادنیست. باید که هر یک قدم ما و شما برادرای عزیز این لحظه ها را به یاد بیاریم، خودمون از خواب غفلت بیدار کنیم. لحظه های عمر برای ما قیمته. غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست. این برادر دوباره زنده نمیشود. این فرزند داشت، اهل داشت، این امید آرزو داشت که آینده زندگیش زیبا میکنه، خونش آباد میکنه، اما قضای الهی که به بالاش اومد دیگه چاره ای نیست. غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست. ذکری خدا بگو که از مرگ چاره نیست. در راه حق بکوش که فرصت غنیمت است. لحظه های زندگیت غنیمتن، در راه خدا بگذروش.
زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. روز مردن برای یگان کس معین نیست. اگه وقتا خونه صحبت دوام نمیتیم، دعا کنیم که خداوند این برادر ما سفرش به خیر بگردانه و جواب منکر نکیر براش آسان بگردانه و پروردگار برای اهل بیتش در برابر این مصیبت صبر جمیل نصیب فرماید. اکنون بالای هر یک انسان دو حق ایارم باید بگیم. یکمش حق الله، بین پروردگار و بنده، حق عبادت و نماز و روزه و چی کمبودی کرده باشه خداوند غفور رحیم پروردگار امید داریم که گناهاش ببخشه و سفرش به خیر بگردونه. و دیم حقش حقی بنده های خدا از کدمی قرضیدار باشه وارثاش بدن ان شاء الله و شاهد بیاید میتین. اما در بالای کسی حق داشته باشه حقش از خدا ترسیده گردونده دادن در کار. و دیگر اینکه کسی را اگر آزار و غیبت داده باشه این لحظه جوانمردی و بخشش ببخشه. خداوند بخشنده ها را دوست می‌داره. پروردگار سفرش به خیر بگردونه، جواب منکر و نکیر براش آسان بگردونه، شب اولش خداوند آسان بگردونه. پروردگار همه جمعیت ما را از خواب غفلت بیدار بگردونه. و صلی الله تعالی علی خیر. اینجا پیرزاد